سلام. اینجا داریم با اینترنت جهانی با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم. این از صدقه سری اینترنته که همه دنیا رو به هم وصل کرده. اینترنت آزاد. اول از همه این جمله معروف رو بگم که اینترنت مثل کوه یخه که فقط یه مقدارش بیرونه. من و شما فقط 4% اینترنت رو میشناسیم و این 4% که ما استفاده میکنیم بهش میگن سرفس وب، یعنی اینترنت سطحی. اما 96% بقیه اینترنت دیپ وب و دارک وب هستش که برای دسترسی عموم نیستن. 90% از این 96% دیپ وبه که میشه لینک های مخصوص مثل اطلاعات شرکت ها، بانک ها، فروشگاه های بزرگ، بیمارستان ها و ادارات. همه اینترنتی که اینا دارن میشه دیپ وب و اون اینترنتی نیست که من و شما داریم. خب تا اینجا شد 90% دیپ وب و 4% سرفس وب که جمع میشه 94%. حالا اون 6% کجاست؟ اون 6% ته که بهش میگن دارک وب. دارک وب اینترنت خلافکاراست. نه مثلا جیبورا و این حل و حوله ها. خلافکارایی که مو به تن آدم سیخ میکنن. مثلا بچه میفروشن، مواد میفروشن، اعضای بدن میفروشن، اطلاعات شخصی مردم رو میفروشن و یا اطلاعات بدی رو در اختیار شما قرار میذارن. مثلا چجوری بمب بسازیم و خیلی چیزهای دیگه که اینقدر بدی که نمیشه گفت. شما هم زیاد کنجکاو نشین چون ندونیم بهتره. کسایی تو دارک وب میرن که دنبال یه چیز خلافن یا خودشون خلافکارن. حالا فرق اینا چیه؟ اول از همه باید بدونیم که ما از طریق مثلا گوگل کروم یا فایرفاکس نمیتونیم وارد دارک وب بشیم و باید اپلیکیشن خاص خودش رو دانلود کنیم. وبسایت های تو دارک وب فعالن که لینک های بیشترشون با .onion تموم میشه، نه .com و .net و اینجور چیزا. قبل از اینکه فکر کنیم بریم تو دارک وب یا نریم بهتره بدونیم که نیروهای امنیتی تمام کشور تو دارک وب پرسه میزنن و رصد میکنن که کسی از حوزه خودشون وارد دارک وب نشه و اگه وارد میشه ببینن چیکار است و دارن چیکار میکنن. کسایی که تو دارک وب رفت آمد دارن آدمای بیرحم و سنگدلی هستن که میتونن تو این محیط رفت آمد کنن. یه آدم معمولی اگه بره داخل دارک وب اثرات چیزایی که میبینه ممکنه تا آخر عمر مثل کابوس ولش نکنه. چیزهایی که واقعا حال انسانها رو به هم میزنه. مثلا تو استرالیا یه نفر رو دستگیر کردن که کارش این بوده که چند تا بچه رو تو خونش مخفی کرده بوده و اینها رو به شدت کتک میزده و انواع آزار و اذیت رو روشون پیاده میکرده و فیلمشو میذاشه تو دارک وب. کلی هم ویو میگرفته. از همه آدما که گفتم خیلی باید سنگدل باشه. این جنایتکار رو پلیس استرالیا دستگیر میکنه. ولی هزاران جنایتکار دیگه هستن که تو دارک وب فعالن که نمیشه فهمید از کجای دنیا دارن فعالیت میکنن. چتروم های مختلف تو دارک وب وجود داره که حرفایی که به هم میزنن رو بخونید چند روز طول میکشه که حالتون جا بیاد و نمیتونید باور کنید که اصلا همچین آدمایی تو جهان وجود دارن. مثلا آدم کشا دارن درباره چگونگی کشتن راحت‌تر و بهتر صحبت میکنن یا بچه بازها، جنایتکارا و تجاوزکارا. همه اونجا بازارشون گرمه و مثل فیسبوک و اینستاگرام که آدم‌های عادی و معمولی صحبت میکنن، اونجا این تیپ آدم‌ها دارن با هم چت میکنن. آدم‌های کنجکاو که خیلی دلشون میخواست ببینن اون تو چه خبری، یکیشون تعریف میکنه که رفته اونجا داشت آموزش آشپزی نشون میداد و همه چیز عادی بود، اما گوشتی که آورد بندازه تو قابلمه ناآشنا بود چون اعضای بدن انسان رو میخواست بپزه و داشته با آدمخورها آموزش آشپزی یاد میداده. حالا خودتون رو بذارید جای اون شخص، چاهی بهتون دست میده. دارک وب نیوز یک وبسایت معمولیه که اخبار دارک وب رو میذاره. تو این وبسایت نوشته شما با لینک های عجیب و غریب میتونین وارد دارک وب بشین، اما درست مثل این میمونه که بدون سلاح بری وارد خط مقدم جبهه جنگ بشی. به احتمال خیلی زیاد اگه خوش شانس باشی هکت میکنن و دیگه نمیتونی ادامه بدی، ولی اگه بد شانس بشی وارد میشی و یوها هم یه ویدیو باز میشه که داره سلاخی وحشیانه یا آدم رو نشونت میده یا مثلا تجاوز به آدمای بیچاره.
اگه داخل کشوری باشی که پلیسش در این حوزه فعاله، به احتمال خیلی زیاد فرداش میان در خونت و به جرم تماشا کردن مثلا پورن کودکان دستگیر میشی و عکست میره رو صفحه روزنامه‌ها. بعدش هم فکر نکنین که میتونین برین داخل دارک وب و بگردین و قصر در برین. اگه تو خود دارک وب گرفتار آدمای ناجور نشین، هنوز قصر در نرفتین، چون تو بیشتر کشورهای جهان رفتن به دارک وب غیر قانونیه، حتی برای کنجکاوی. برای همین میان سراغت. FBI میگه بیشتر مجرم‌هایی که تو دارک وب میگیریم قاچاقچی اسلحه و مواد مخدرن. مثلا پلیس هند خیلی تو دارک وب فعالیت داره، چون خلافکارایی که تو دارک وب فعالیت دارن خیلی هاشون تو جنوب شرقی آسیا هستن. هندی‌ها زیاد میرن تو دارک وب، البته هندی‌های قاچاقچی که خرید و فروش مواد میکنن. پلیس هند خریدارها رو شناسایی میکنه، میره سراغشون ببینه کجاها میرن و چه معاملاتی انجام میدن تا سرمنشه اصلی رو پیدا کنن. ولی فروشنده‌های مواد مخدر معمولا جاشون محکمه. یک کشف پلیس انگلیس که خیلی سر و صدا کرد اینه که چند تا دانشجوی دانشگاه منچستر انگلیس که شیمی خونده بودن شیشه تولید میکردن و توی دارک وب میفروختن. حسابی هم پول و پله به جیب زده بودن. ولی بالاخره پلیس انگلیس پیداشون کرد. مثل اینکه تو انگلیس خیلی ها تو دارک وبن. تو سال 2016 یه پرستار انگلیسی دستگیر شد که این خانم داروهایی که اصلا نباید در دسترس عموم مردم باشد رو داشته تو دارک وب میفروخته. اونم دستگیر شد. ولی این دوتا دستگیری مثل اونی که 2 لیوان آب از دریا خارج کنه. پلیس انگلیس اعلام کرده که اگه از دارک وب مواد بخرین صبح میایم در خونتون. یعنی بی برو برگشت دستگیر میشه. برای همین دیگه سعی میکنه از خیابون بخرن. تو دارک وب بیشتر معاملات با کریپتو یا رمز ارز انجام میشه. کلا رفتن به دارک وب کار خیلی اشتباهیه، چون پلیس و نیروی امنیتی کشورها هم علاوه بر خلافکارا تو دارک وب هستن. حتی مواد میفروشن، اسلحه میفروشن و منتظرن ببینن که کی میاد بخره و کی میاد بفروشه که برن سراغش. با این همه فعالیت پلیسا در دارک وب، جمعیت بازدیدکنندگان از دارک وب طی 3 سال اخیر نزدیک 3 برابر شده. دارک وب وسیله خوبی شده برای خلافکارا و گنگسترهای دنیا، چون قدیما خودشون میرفتن آدم میکشتن، ولی امروز هر جای دنیا که باشن یه آدمکش تو دارک وب استخدام میکنن که بره کارشون رو انجام بده. آمار ترافیک کل دارک وب رو هیچ موقع نمیتونیم بگیم، چون دقیق نمیشه محاسبه کرد. اما وبسایت آیدی ایجنت میگه که 2 میلیون نفر از طریق مرورگر تور وارد دارک وب میشن که آمارشون وجود داره. 21% از این جمعیت از روسیه هستن، 13% از آمریکا و این وبسایت میگه که در رده سوم کشور ایران 7% از این 2 میلیون نفر رو تشکیل میدن. دارک وب یه دنیای بزرگ و عجیبی داره که هرچی بگم تمامی نداره. از هر چیز بدی که در این دنیا وجود داره تا هر چیز غیر انسانی و غیر اخلاقی. خیلی خوشحالم که تا اینجا کنار من بودین. شما میتونین با سابسکرایب کردن کانال و لایک ویدیو حمایت خودتون رو از کانال اینفینیت ویژن نشون بدین.